به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام خدمت شما عزیزان همیشه همراه. به نظر شما بهترین و برترین هدیه شما به همسرتون چیه؟ هدیه‌ای که میتونه یکی از راهکارهای تضمینی برای درمان طلاق عاطفی باشه. ارتباط زناشویی کامل. ارتباط زناشویی کامل موجب از بین رفتن استرس، اضطراب و بسیاری از بیماری‌های جسمی میشه. اگه همانند بازیکنان یک تیم که تنها با همکاری همدیگه میتونن به پیروزی و کامیابی برسن، زن و مرد هم به همدیگه کمک کنن، به همدیگه یاری برسونن تا هر دوشون به اوج لذت دست پیدا کنن، از بسیاری از بیماری‌های جسمی و روحی اونها کاسته میشه و همانند انسانی که وزنه سنگینی از روی دوشش برداشته شده، هر دوشون به حس خوب و دلپسندی میرسند. بهترین و بالاترین هدیه‌ای که به همسرتون تقدیم میکنید، برخوردار نمودن او از نهایت احساسات و عواطف قلبیتونه. این بهترین و برترین هدیه و بالاترین نوع بیان عشق شما به همسرتونه. اشتباه نکنید. این فقط جسم شما و همسرتون نیست که در ازدواج نمود پیدا میکنه، بلکه همچون گلی که در آغوش گلدان جای گرفته، عشق شماست که در قلب او جای گرفته. البته زن و مرد مؤمن و با حیا به خوبی آگاه هستند که نباید از مسائل خصوصی خودشون با دیگران صحبت کنند. خلوت شماست. بنابراین مراقب باشید کسی از رازهای شما آگاه نشه. کامیابی شما از همسر شیرین کامتون نعمتی بزرگ و گنجینه‌ای پربهاست. گنجینه‌های پربها و با ارزش رو در گاف صندوق‌های فولادین و نفوذناپذیر پنهان می‌کنند تا کسی نتونه نگاه به اون گنجینه‌ها کنه، چه برسه که دست درازی کنه. شما هم در کامیابی خودتون از عشقتون باید اینگونه باشید. محرم رازهای خصوصی خود و همسرتون باشید و در موارد ضروری در این باره جز با پزشک و مشاور خانواده سخنی نگید. همچنین مراقب باشید که فرزندان دلبندتون از کامیابی‌های شما آگاه نشن. اگر سلامت جسم و جان سرمایه‌های زندگیتون برای شما مهمه، روابط خصوصی خودتون با همسرتون رو از فرزندانتون مخفی نگه دارید. فرزندی که از کودکی از مسائل خصوصی پدر و مادرش آگاه میشه، احتمال گرفتار شدنش در دام فساد و تباهی بسیار زیاده. امام جعفر صادق علیه السلام در این باره فرمودند: انسان نباید با وجود بچه در خانه با همسرش خلوت کند، زیرا این کار پیامد زنا دارد. از کودکی این فرهنگ پسندیده رو به بچه هامون آموزش بدیم که اتاق خواب پدر و مادر برای اونها محیط ممنوع است و اونها حق ورود بدون اجازه والدین رو ندارند. اما چطور میشه این فرهنگ رو در خانواده نهادینه کرد؟ ما هم متقابلا در هنگام ورود به اتاق بچه هامون باید از اونها اجازه بگیریم، هرچند که اونها خردسال و کودک باشند. به این صورت فرزندان ما از کودکی یاد میگیرن که اتاق شخصی هر کسی حریم خصوصی او می باشد و کسی حق ورود بدون اجازه صاحب حریم رو نداره. البته این به معنای نظارت نداشتن بر دلبندانمون نیست. پدر و مادر متفکر پدر و مادری هستند که هم رعایت شخصیت و حریم خصوصی فرزندانشون رو میکنن و هم به نحو عالی بر غنچه‌های بوستانشون نظارت و تسلط دارن. راه رفتن‌های معنادار. اینو نگاه کن چقدر عجله داره، اونو نگاه کن چقدر غمگینه. اون یکی معلومه یه شخص تنبل و بی اراده است، اما این یکی کاملا مشخصه که انسان قوی و با اراده‌ایه. اینجور صحبت‌ها رو در جامعه از دهان مردم شنیدید، درسته؟ این نتیجه قضاوت‌های مردمه از شیوه و نحوه راه رفتن دیگران. یعنی از طرز راه رفتن دیگران میتونیم تا حدی به شخصیت افراد پی ببریم. در زندگی زناشویی هم همین مسئله بسیار مهمه.
به ویژه برای خانم‌ها که همیشه طالب و خواستار توجه بیشترن. اینجا بیشتر مخاطب ما خانم‌های محترم هستند. شمایی که دلتون مالامال از عشق، مهر و محبت به همسر عزیزتونه. دوست دارید که عشق خودتون رو با نوع راه رفتنتون به همسرتون بیان کنید؟ اگه دوست دارین، تلاش کنید تا راه رفتن همراه با معنای محبت رو یاد بگیرید. چرا که خانم‌ها ذاتاً این کار رو خیلی خوب میتونن انجام بدن، فقط کافیه که بخوان. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند زن نسبت به شوهر سازگار خیش از اظهار عشق به شوهر با عشوه و دلربایی بی‌نیاز نیست. خانم محترم و فهیم، راه رفتن شما در جامعه و در میان دیگران و نامحرمان باید با وقار و متانت باشه تا انسان‌های بیمار دل گوشه چشمی به شما نندازن و حرمت عشق شما به همسرتون شکسته نشه. اما در خانه و خلوت و در برابر همسرتون باید راه رفتن شما همراه با معنای عمیق و محبت باشه تا عشق همسرتون به شما صدها برابر بشه و کلبه عاشقانه شما برای همیشه پایدار بمونه. چه خوب، زیبا و بجاست وقتی که آتش عشق میان شما و همسرتون بیداد میکنه، با حرکات متناسب این عشق خالص و پاک رو برای همسرتون جلوه‌گر کنید و همدیگر رو به شراب پاک و ناب عشق مهمان کنید. شوهر عزیز، همونطور که شما دوست دارید همسرتون برای شما در هنگام راه رفتن دلربا و جذاب باشه، همسر گل شما هم دوست داره که شما با وقار، با هیبت و مردانه راه برید. اون میخواد به شما تکیه کنه. پس تکیهگاه محکم و قابل اعتمادی باشید و با نحوه راه رفتن خودتون استواری، پابرجایی و قابل اتکا بودن خودتون رو نشون بدید. نه تند، نه کند، نه با شتاب و نه آهسته حرکت کنید. جوری راه برید که همه شما رو انسان قوی و با اراده بدونند. مردانه راه برید. این خواسته همسر شماست. سرو قدی دلم از طرز خرامیدن برد که مرا در پی او قوت رفتار نماند. عزیزان، ممنون از همراهی صمیمانه شما. زندگیتون پر از عشق ماندگار یا هم.